میروی مادر با یک جای جان؟ دیر دخترکم. مادر جان بینید اپای سرما با اکای عمر. رفتیم میرویم. مادر جان در اینجا چیزی گذاشتم. آه مادر جان پایافزالی که در خواب من دیده بودم. چقدر خیلی زیبا. خدایا توبه کی مونده باشد؟ خدایا توبه. مادر جان چقدر پایافزال زیبا. همین طور نه؟ بله خیلی زیبا پسرم. دیدی کودک چقدر خسر شد. یک ثانیه. الو سیده؟ چی؟ مالش میایم. عمر خطاگی که من کرده بودم سیده تکرار میکند. تیمور امشب به خواستگاری او میآید. هارون چی؟ عمر باید یگان کار کنیم. من حاضر به خونه میروم. با سیده گپ میزنم. تو باشی هارون رو پیدا کن. او رو پیدا کرده میتوانی؟ مایلش من هم با او گپ میزنم. ما نباید به این اجازت دهیم عمر. زودتر من میروم. هارون رو پیدا کرده به خونه گرفته بیار. مایلش تو غم نخور سرما. مایلش تو بازدید. تیمور باز چی نیرنگی میبافی؟ مادر جان با تو نیت‌های خوب داشتیم افسوس که نشد. همه رو ویران کردی. چیکار کنیم؟ همش تمام. پولم چی؟ تو اینقدر پول رو دوست می‌داری؟ پولت در حساب بانکیت تیار است. زود از این محل برآمده رو. مایلش میرویم. خشتمانی عزیزم زنگ میزند. دختری کلانه‌اش را از دست دادم لیکن خوردیش را نمیدهم. الو سلام مادر جان. سلام لبای مادر جان. ماهی خود گریخته نیست. باید او را دارم. من برای خریدن گل دسته برآمده بودم. برای خواستگاری میروم. لبای مادر جان. البته مادر جان. البته. دخترم علیه. مادر من قرارم رو دادم. نفری رو که نمیشناسم هیچگاه خونه دار نمیشوم. پدری فرزندانم شده نمیتواند. من خودم به اونها هم مادر هم پدر میشوم. فهمیدید؟ مایلش دخترم کنی بیوشین. گپ زن چی شد؟ ثروت به کجا رفت؟ مادر کسی در رو میکوبد مادر. هارون اکی عمر زود لباسایت رو عوض کن. دست رویت رو شوی. با خود بیا میرویم. با کجا؟ گوش کن هارون. شد اکنون بس. این رفتارت را بس کن. راست به خونه عمک حمزه میروی. در نزد سعیده با مانند آدم گپ میزنی. با مانند آدم بخشش میپرسی. نه
همش تمام شد. نمیشود. من بای دادم اکی عمر. همه چیز رو بای دادم. من یک کسی بتاله می باشم. اکنون من دروغگوی هستم. دروغگوی هستم. مانین گپارو هارون. حاضر لباسیت رو پوش زودتر. رو گفتم. رو. مالش. سلام علیکم. و علیکم السلام. گوش کن حمزه، من خیلی کوشش کردم لیکن موفق نشدم. التماس با من کمک کن. میدونم که حلیمه عشق دیرینه بین من و تو رو فراموش نکرده است. تا حال فراموش نکرده است. تنها پسری مرونه دخترت را هم عذاب میدهد. من روزم را میگذرانم. فقط فرزندانم خوشبخت باشد کافی است. حلیمه پسری مرا دیوانه کرده است. هارون عقلش را گم میکند. میترسم که با خودش یگان کار نکند. به هارون گپ یاد داده برا به خانه پیران سالام فرستاد. با من چیکاری که میکند کرده گیرد. قصد مرا از هارون و سیده نگیرد. اکنون سیده را با تیمور خانه دار میکنم. گفته هارون را دیوانه کرده نیست. خدا نشان ندهد. باز یگان بیعقلی کند. بعد این خدر سال با تو این خیل گپ زدن نمیخواستم، لیکن مجبور شدم. ببخش حمزه. هارون و سیده رو نجات ده حمزه. ارتجاع میکنم حمزه. تو غم نخور بری. من اکنون میدونم چیکار کنم. برای خبر دادن تشکر. ایستا پهلوان. ایستا. پهلوان اساسی رقیبش را به زمین زدن نیست. آن است که قهرش را بریده است. میخواهی که پهلوانی کنی. یک مراتبه مرا گوش کن. خوب شدن دیگر است. مبارزه خوبی را اجرا کردن دیگر است. هر دیش یک جا شود به انسان باوری می آورد. نگاه کن، تو هم امانت پدر داری. امانت را به آدمی باوریناک می دهند. اگر امانت را صاحب کردن نتوانی از دستت می گیرند. اگر گیرند باوریناک نیستی. پس من چیکار کنم امک قربان؟ عقل با قلب یک جا شود، حکم عادل می شود. کسی که با عدالت رفتار کردن می خواهد بصیرتش باید گشاده باشد. رو قربانت شوم. نیتت را اخلاص کرده برا خدا نگهبانت باشد. مالش. ثروت پسرم، باز چی شد؟ چی شد با تو این خیل؟ پسرم آمدی؟ ثروت چی شد با تو رنگت پریده است پسرم؟ دستم را زدم بعد یه مرغ میخ میزدم خون میآید صدقه خونه. با مانندی کودک هستی. تو برای چی به دکان نمیروی؟ از خانه بیرون نمیبروی؟ خودم در خانه لیکن چشمم در بیرون صدقه من دکان ها را با تلفن نظاره میکنم. از من یگان بیخبر یگان کار نمیکنم. گذر با درون در و دستت رو بینم. دستم را زدم. ثروت روز نیست بنشین. چیکل نقشه همان کار داد؟ همی دارنی؟ آفرین پسرم. پگاه با نقشه دویو میگذاریم. چیکار میکنی میدونی؟ اول با نزد مدیر، بعد با نزد مادرت میروی. میگویی که معلم تو رو زده است. مایلش گفتم. ها؟ ثروت با تو گفتم مایلش. ثروت ایستا. من این کارا برای شما میکنم. ثروت ایستا. فکر عدو پسرم، با کودک چی گفتی که او رفت؟
ثروت پسرم ثروت جان بیا. سیده عقلم نمیرسد. تو چی کار میکنی؟ دختری که یک وقت عمر رو از تیمور نجات دادن میخواست خودش به چه احوال آمده است؟ تو میفهمی چی کار کرده ایستاده ای؟ تو با کدام عقلت به تیمور به شوهر میبروی؟ اپا التماس گپ زدن نمیخواهم. هارون عوض شده است میگویی، لیکن به خودت نگاه کن. کجاست آن سیده پیشتره؟ کجاست سیده؟ کجاست؟ اپا مجبور نکنید. سیده سرمه کاردار نشو. با تو چی؟ آنه پدرتون هم اومد. حمزه. آه مادرها. خوش آمدی حمزه. من تو رو انتظار بودم با تو خبری خوش رو گویم. امروز تیمور به خواستگاری دخترمون میآید. حمزه با تو میگویم خرسند نشدی مگر؟ خرسند شدی ها؟ خرسند شدی. دیده ایستادم که خرسند شدی. ثروت من تو رو میکفتم. گوش کن ثروت، در نزد مادرت من تو رو شرمنده نکردم چون که تو بچه دروغگوی نیستی. چرا تو این گپ رو گفتی به کدام مقصد نمیدانم، لیکن باید دانی که یک کس رو تهمت کردن گناهی عظیم است. کسی تهمت کننده نمیفهمد که پیش از همه به خودش بدی میکند. اگر انسان این کارش رو دوام دهد از دایره آداب انسانگری میبراید، وجدانش نمیماند. انا آن وقت همچون انسان تمام میشود. ثروت گوش کن، من نمیخواهم که تو به این احوال رفتی، لیکن این خطای کردت رو فهمیده اصلاح کنی آدمی درست میشوی. من با مادرت چیزی نمیگویم و نمیگویم که رفته به او راستش رو گوی. این رو با وجدانت حواله میکنم. راه گشت. اکی عمر با فکرم لازم نیست. همش تمام شد. همه راه رو سنجیدم. نشد. نمیشود. هارون راه قفا گشتن نیست. میرویم. آخر اکی عمر نمیفهمید قوتم نمانده است. تو قوتت رو بهوده استفاده بردی هارون. حاضر میرویم، درست رفتار کرده این مسئله رو حل میکنیم. میلش از تو میپرسم هارون. میلش رفتیم برادر. مادر جون ما با کجا می رویم؟ مادر جون چرا شما گپ نمیزنید؟ رفتیم. آخر با کجا می رویم؟ آنها خیلی خوبند. آنها خوبی کردند. من باشم همه وقت بدی کردم. اکنون شد. دیگر نمی ترسم. کی بودنی تیمور رو فاش میکنم. رفتیم. پسرم نیست پیشا با کجا می روی؟ باز با این احوال. یک کار دارم مادر جان، شما هم نخورید. من خوبم، کارم رو تمام میکنم، زود میایم. شما راحت باشید. فکرت پسرم، خودت رو احتیاط کن، یگان کاری خطا نکن. علیا تو رو به هیچ کس نمیدهم. گیر دخترم. ثروت
چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ مادر ببخشید مرا، ببخشید. من دروغ گفتم و کتابچه رو معلم نداده بود. دروغ گفتم، او گناه نداره، تهمت کردم. پدرم به من یاد دادم. پسرم خیلی خواطر هستم. اگر آنها راضی نشوند نه مادر، راحت باشید. گل را با من دید. از روزی که برآمده رفتیم ناراحت هستم. برایشون چه خیلی نگاه میکنیم. مادر جان، التماس چیزی که گذشت دیگر باید نآورید. میلش شد میلش. شام بخیر خانم. شام بخیر. شام بخیر. مرحمت. سلام. دکترم میمون آمده. خدایا حمزه از سراشیمگی دست و پا خورده شدم. کجا شد این تیمور نمیفهمم. اوه حمزه خیلی در هیجان هستم. اوی دخترم این چی حال است؟ لباسی نوت را پوش، خودت را آراده. به این نگاه کنید گویا که به مرده خانه می رفته باشد. دخترم خنده کن، خنده. پدر چرا خاموشید؟ یگون چیز گوهید آخر. نخود سیده رو به تیمور دهید. پدر با شما چی شد؟ آمد. خوش آمدی تیمور پسرم. خوش باشید. بیا به خانه درآ، بیا. شام بخیر. سنم دخترم
دخترم سنم دخترم اگر نخواهی راضی نشم مجبور نیست که با اسماعیل خانه‌دار شوی. برای من قرار تو مهم است. دخترم بیا انتظار نکنیم اونها رو. بیا دخترم. ناراحت نکردم. شام بخیر خانم. خوش آمدی پسرم. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش باشید. ببخشید معلم. مهم نیست. همه خطا میکند. بیاید این را فراموش کنید. خوش آمدی امریه. مرحمت بشین. مرحمت. تشکری زیاد. ببخشید نرو معلم. مهم نیست ثروت. خوش آمدید معلم جان. خوش باشی شیرینکم. چای می نوشی پسرم. تشکر خانم. میدانید نمک جان، اگر راضی باشید با سعیده خانه‌دار شدن میخواهم. حمزه تیمور گپش رو گفت. تو چی میگویی؟ جواب ده. بیا با خونه میدرویم. آرون رفتیم. باز چی شد؟ دخترم تو چی میگویی؟ راضی هستی؟ چی میگوید حمزه؟ ما چیزی که گوییم همون میشود. میدی هم گوی. تمام. وی حاضر بیاید. امروز کمی خسته شده است. نو به کار برآمد. اسماعیل به فکرم بیهوده آمدیم. دیدی تا حال سنم نزدمون نبرآمد. میآید. بیا دخترم. دخترم به مهمان ها خوش آمدید نمیگویی؟ خیریت که در وقتش آمدید. زودتر درآیید. پدرم هنوز چیزی نگفتند. زودتر درآیید. درو.
مادر جان برای چی به اینجا اومدیم؟ با عمر همش رو میگویم. او باید داند. سنم خوش اومدید. خوش باشی دخترم. سلام دخترم. گذر شین آرام. مرا ببخش سیده. خیلی پشیمانم. ببخش. با تو وعده میدیم که اگر یک امکانیت دیگر دهید یگان نفر شما را دیگر نمیرنجونم. وعده میدیم. خدایا این حشر رو در اینجا چی کار میکند؟ حلیمه دخترم جوابت رو انتظارم. انگشترین رو میدهی هارون. اما جوابم پدر. تیمور پسرم دیدی؟ بین دوست داشته ها نمیداره. اکنون میتوانی روی. تیمور نمیرود. اگر در اینجا یک نفر رفتنی باشد این هارون است. مرا کشتنی بود. برای چی مرا کش نمیکنید؟ من در این خانه انسان نیستم مگر؟ بله انسان نیستی. اگر تیمور از این خانه نود من هم میروم. میگم یارو حسابم نکنیم هم میشونی؟ پول با باوریه نیست. حساب نغز میبینه. ای همون روزی که در دانشگاه همون دختره که دیدیم خواب مگم کردم. آیی میبره که ای بچه میمون بازی من داختستای. ای کودک لیکویدی رات کنین تز. یک محبوس هنوز به خود نامده است. او را خیلی سخت زدند. وقتی که کارهای کردش به یادم می آید نمیخواهم که دلم سوزد.
یک نفر خطا کرده باشد این معنای آن را ندارد که ما هم خطا کنیم. باید دلمان سوزد. اساس این است که خیلی چیز میداند. وقتش آمد. اتوبوس پدرم نزدیک می شود. باید برایم. پدرم با همه کم رو در بیرون انتظارم. بله. شد. آرام شوید. من در اینجا هستم خانم شیل. تیمور احتیاج شدیدونم برون پدرتون نمیکشد. تیمور نمیکشد. تیمور خانم شیل. خانم شیل. خانم شیل. همشیره اگر گفتش راست باشد چی؟ خدایا پدرم تیمور برای او را پیشوزگیری رفته است. خانم همشیره از نزد بیمار دور نشوید. بیا رفتیم سلمان. ماشین تیمور علاقه در اینجاست. زودتر عمر باوری داری پسرم؟ این خیلی تهمت سخت است. کنی بینه میشیل راست میگوید. آمدم بیا رفتیم. با فکرم این دروغ است. اون خود انسان پدرش رو در نزد همه پرانده. پدر جان. پدر خوش آمدید. خوش باشید. خوش آمدی علی. خوش باشید لکه. خوش آمدید امک جان. تشکر دخترم. تو هستی پسرم. تو زنده هستی. تو با مادرت خیلی مانند هستی. یعنی این شیل دروغ گفته است. انا بینید با پیشوازی پدرش آمده است. با خدا خیلی خوشم آمد. پسرم برای چی گم نمیزنی؟ چی شد پسرم؟ به من نگاه کن. به کجا میروی؟ من برای تو شده آمدم. شد پدر جان. آرام شوید. شد علی. بعد گپ میزنیم. با او کمی فرصت ده. راست میگوید اکا. رفتیم. بیا رفتیم. آمدم. دخترم دعوتنامه توی معلم امری به اپای علی هم رو آوردم مادر جان. سعیده بگو دخترم، تو از من رنجیدی؟ چرا باید رنجم مادر جان؟ مادر جان، بعد از همه این حادثه ها خیلی میخوام که با ما باشید، لیکن پدرم هیچ راضی نمیشود. من خودم به خونه برگشتن نمیخواهم. پدرت در نزدم و زانو افتاد التجا کند هم نمیروم. اکنون رو از اینجا.
پسرم با کجا میروی؟ با دکان میروم یانگا. مادرم نامدن. با بازار رفت. حاضر می آید. برای توی سرمه و عمر شربت تیار کردن است. فکرت خبر داری کی زند به شوهر می براید؟ دعوتنامه فرستاده است. با من ده. چی گویم پسرم؟ همش عیب خودت. دو جگر بندت رو به مردی بیگونه دادی. میدونی چی؟ به زنها مردانی یک رو محقولند. پسرم همین خیل در یک کنج نگاه کردن نیست. علیت رو میخواهد لیکن گفته نمیتواند. میدونی چی کار کن؟ رفته از دستی زنت کشوله کرده بیار. ناوید کودکانت رو گرفته بیار. اگر زنت از پست ناوید من آدم نه. آه پسرم انا به احوالی من نگر. کسی از احوالم نمیپرسد غیر از سرمه. فکرت پسرم باز یگان بیعقلی نکنی. فکرت پسرم حلیمه تو با اون چی گفتی؟ من او را یک ماه بازارم کردم عادت کناندم. تو چی کار کردی؟ برای چی کاردار میشوی؟ با تو چی؟ راست با من چی؟ من در این خانه کی هستم؟ یک زنی بیچاره هستم که جایی ندارد. حلیمه ببخش لیکن تو همه رو عصبی کردی. آفرین نرگس، تبریک میکنم، همش خوب. مادرم خیلی خرسند میشوند. چی شد ثروت؟ تو چرا زیق هستی؟ آخر در روزنامه دو نداری؟ لیکن افتخارنامه نگرفتم. زیغ نشو، سالی آینده البته میگیری، فهمیدی؟ زیغ نشو. ثروت، نرگس، روزنامه هایتان رو دیده میتوانم؟ بچه ها روزنامه تان رو با پدرتون نشان دید. تو کاردار نشو. با تو چی؟ ها؟ با تو چی؟ گوش کنید آقای فکرت. گوش میکنم. کنی گپ زن. چیکار میکنی؟ ها؟ چیکار میکنی با من؟ التماس آرام شوید. آرام نمیشوم. چیکار میکنی ها؟ مرا میزنی؟ کنی زن؟ زن! کنی بینم که تو چیکار میکنی؟ کنی زن؟ فکرت التماس اگر بچه ها را دوست دارید نباید این خیلی رفتار کنید. این توی نمیشود. فهمیدین؟ نمیشود. با این اجازه نمیدیم. اینها فرزندای من هستند. مرا میفهمی؟ سردی پدر. سردی. راگرد ثروت راگرد. سردی. درک شو. خدا شین فکرت آنها تو را نمیخواهم با زوری برده نمیتوانی. گم شو از اینجا. با اینها کاردار نشم. فکرت من پدری اونها هستم. با شما نمیرویم پدر. این کارا نکن. عاقبتش پشیمانی است. فکرت قهوه را آوردم یعقوب. تشکر جانم. هوا خیلی خوب. به طرف تپه ها روید چی؟ همه جای ها بوی گل میکنند. اکنون گل در خانه من است، در بری من است. روزی تویمان توی خانه بوی گل میکرد. میخواهم همیشه در بالای میز گل گذاری. بله تویمان خیلی خوب گذشت. توی از همه بهترین. هفته گذشته توی ما شده بود. پگاه توی عمر و سرمه. بعد توی اپای علی با امره. رویا
یا خوب علیا کجاست؟ در خونه خوراک میپزند. اپای علیا؟ چینچی است معلم؟ چی شد معلم؟ علیا بچه ها فکرت بچه ها رو برد. من کردن نتوانستم. نمیدونم به کجا برد. با ماشین رفتند. فکرت خدایا دیگر نمیتوانم. بیایید معلم زودتر از پسشون رویم. خدایا یک ماه باز آرامی بود. پدرم رو خواستم بیارم، رد کردم. در آن زمین مبارک باز یک چند وقت مانده خواستند. پدر جان او رو خیلی یاد کردم. مالش باز ما میاییم. تو کمی دم گیر. از راه آمدی. رفته ماشین. تشکرم. خوش بود. خدا تشکر. عمر. لبای پدر. تیمور برای چی در اینجا نیست؟ شما با هم برادر نیستید مگر؟ مادام که توی داریم او هم باید اینجا باشد. پدر او رو بسیار باور نکنید. این گپ چه معنی دارد؟ او اکنون به تو برادر است. شما بسیار چیز رو نمیدونید. چرا نمیدانم؟ چیزی که میدانی گپ زن. پدر خیلی فکر شما رو میکنم. چی؟ یگان معلومات عمیق ندارم. لیکن از تیمور با خبر باشید. او خیلی خطرناک است. عمر نخواد درباره برادر چنین گویی. پدر بس کن پسرم. دیگر در این موضوع گم نزن. پیش از تویت تو را رنجاندن نمیخواهم. وگرنه پدرم رفتند. کمی پیشتر رفتند. با اجازت امک جان تو بازی تو مر. هیچ فهمیدن نمیتوانم. چرا اکاد از من گریخت؟ بابا جان کسی را که انتظارش بودیم آمد. اکنون وقت انتقام رسید بابا جان. انتقام شما و مادرم را حتما می ستانم. این قبر او را انتظار است. امروز کشته نتوانستم لیکن از دستم رها نمی یابد. تویشان ماتمشان می شود. ماتم آنها توی ما می شود بابا جان. من به خونه می روم اکا مایلش خداحافظ. پدر ایستید. این خیلی نمی شود پدر. چی نمی شود؟ پگاه توی من می شود و مادرم باشم در خونه یمک هاشیمم. در این باره گپ نزن پدر جان. سلما در این باره گپ نزن. من گپم رو گفتم. وای زن اکنون به این خونه قدم نمیگذارد. پدر جان. در جایی که مرا نمیخواهند یک ثانیه هم ایستادن نمیخواهند. حلیمه نه نمیستم میروم. چرا نروم؟ تو گپت رو گفتی کو. حلیمه تو هم کمی به زبان دقت داده گپ زن. من میروم ایستا. حلیمه نرو. حلیمه نرو. صبر مرا. حلیمه به این خانه قدمم رو نمیگذارم. صدیقه او چی شد؟ چرا تو با حلیمه داد میزنی؟ حلیمه رفت. علی آمد؟ آمد سنم هم آمد. مادر سنم دخترم. آه جانم.
شما رو من هم تو رو خیلی یاد کردم خیلی دخترم. مادر جان ما قرار دادیم که یک روز پیش از توی بیاییم. گل رو در کجاست؟ او رو نآوردید؟ گل رو بیا 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 خوش آمدی گل رو. خوبی؟ خوب هستی دخترم؟ با دکتر نشون دادیم تبابت میگیرد تا حال گپ زدن نمیتواند. دختری بدبخت. مادرم رو میبینم گفته خیلی خرسند است. ایشیر حالو هم به هوش نآمده است. در اینجا نیستیم. بیا در خانه گپ میزنیم. بیا 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 به خانه میدرویم. سلام هارون. چی شد با مادرش رو میکوبد؟ او رو خیلی یاد کرده است. گلرو جان به نزد مادرت میرویم میلش؟ مادرت در اینجا نیست. کمتر پس به نزدش میرویم میلش؟ میلش میرویم. گریه نکن. اینجا بیا. التماس گلرو جان التماس گریه نکن. چشمکانت رو تازه کنم. من طاقت گریه تو رو ندارم. او رو هم من و هم اسماعیل دوست می‌داریم. همین طور نیست اسماعیل؟ به مانند فرزند خودمان دوست می‌داریم. انشالله باز گپ میزند. انشالله مادر جان. خیلی میخواهم که زودتر گپ زند. ای اسماعیل داماد در شهر بحران است. در دست آدمان پول هست یا میدونید بیرجا آهسته آهسته حرکت کند. چقدر که میگویند هر جای حرکت باشد آنجا برکت هست. در جای حرکت باشد در آنجا برکت هست. او فاشیم با جایی که سلامتیشان رو پرسی کربرات فقط پول. صدقه چقدر که میگویند از آدمی پولدار بلا هم میترسد. شد چقدر که میگویند فاشیم یک روز پولهایت خاکستر میشوند. اما بعد چقدر که میگویند میموری. توبه کن صدقه توبه از دهانت شمال برد. های خدایا شما مثل لک و پک هستید. حتی گلرو رو خنداندید. مایلش گلرو جون رفتیم. دخترم من با شما خوراک تیار کردم. از آنجا که برگشتیم میخوریم. او رو به نزد مادرش میبرم. این شیرهولو هم بیهوش است گفتیم؟ بله دخترم یک ماه باز بیهوش است. کی او رو به این احوال آورده است هنوز نمیدونم. از فکر گمون برشده او رو به شعبه پلیس بردن لیکن هیچ چیز نیافته جواب دادند. اسماعیل تو اگر خواهی است ما کمتر پس میوییم. مایلش سلام. تو شین پسرم شین. رفتی شین پسرم رفتی. سلام دخترم بگوی که خوشبخت هستی. خوشبختم مادر. اسماعیل خیلی آدمی خوب است. خدا رو شکر. ینگای حریمان در کجاند؟ چرا نمیتوبند؟ دخترم وای مادر جان شما از خونه یمک هاشیمم رفتید؟ چرا؟ چی شد؟ رو از اینجا رو از نظرم. مادر جان آخر گپ زدید چی شد؟ چی بشد؟ صدیقه مرا از خونش پیش کرد. مادر جان نیستید صبر کنید آخر به کجا می روید؟ با تو چی؟ تو که پروایی من داری؟ من اکنون مادری شما نیستم فهمیدید؟ رو از نظرم مادر جان التماس ایستید. شما رو به این احوال به هیچ کجا رفتن نمیگذارم.
چی همین خیل در کوچه ها تنها میگردید؟ من به این اجازت نمیدهم. بیایید به خونه رویم مادر جان. پدرت مرا پیش کرد، من دیگر به اون خونه پایم رو نمیگذارم. مادر جان یک رویتون رو بس کنید. با سعید گپ زده پدرم رو روزی میکنونیم. میلش نمیتوانم. سیده هارون ماهی آورده است. گفتم بیا خوریم. چی شد دخترم؟ نه هیچ چیز نه خاله هوریا. زحمت نکش، خودت رو خسته نکن. من خودم تازه میکردم. من اکنون عروس این خانه هستم. انشالله این روزها هم میآید. یک توی پر دبدبه کرده تو رو عروس کرده به این خانه میآورم دخترم. علیه و سلمه خانه دار شوند نوبت شما هم میآید انشالله. خاله هوریا. لبای دخترم. وای پدرم. لبای اپا. مایلش حاضر بیایم. مادرم از خانه اما که هوشیم رفتن. گویا که پیش کردند. من روم. مادر جان، قاتلی که شما را با طفل در بطنتان بوده از خانه پیش کرده رنج ها داده است آمد. حتما انتقامتان را می ستانم. و پسرتان باور کنید آن پلیده که پدر نام دارد کشته می شود. تیمور پسرم چرا از من میگریزی؟ تو را میفهمم مرا یگان مراتبه ندیده بودی. مشکل است. آخر من هم تو را یگان مراتبه ندیده بودم. از بین چقدر وقت گذشت پسرم. زنده بودنی تو را شنیده چنان خرسند شدم که به خدا باور کن پسرکم. تیمور من پدرت هستم. پدرت. میدانم. چه خیل توانستی که با این خونه دروی؟ دو از اینجا دیگر نمیخوام که چشمم تو رو بیند. پدر مادرم رو من آوردم و مادری ماست و جای او اینجاست. سلما او مادر نیست.
او یک مار است، مار. پدر جان. سلما، زود او را از خانه برار، زودتر. در توی مادرم رو دیدن میخواهم پدر. التماس او رو ببخشید. پدر جان، التماس. میدونیم او گناهگار است. مرا و خواهرم رو خیلی عذاب داده است، لیکن آخر مادری ماست. سلما، با کی میگویم؟ زودتر. مادر؟ پدر؟ فاطمه، برای چی به من خبر ندادی؟ برای چی نگفتی که پسر داریم؟ فاطمه، تو پسرم را خیلی جستم، خیلی. برای چی او را از من پنهان کردی؟ برای چی؟ من در رو میکشایم. مایلش پسرم. پدرم در خانه است. از تو میپرسم تیمور، پدرم در خانه است؟ بله اینجا پسر. چی شد؟ بیایید پدر، رفتیم. چرا باید روم؟ پدر، التماس، رفتیم. عمر، فکرهای بدت را از سرت دور کن، فهمیدی؟ پدر، شما هنوز بسیار چیزها رو نمیدونید. بیایید، رفتیم. با شما باید در تنهایی گپ زنیم. سرده مرا راحت گذار. دادرکم، تو چرا اینطور میکنی؟ این به تو نمیزیبد. به فکرم تو رشک میکنی عمر. نمیدانم چی مقصد داری، لیکن اجازه ده که از دیدار پدرم سیر شوم، به او خدمت کنم، صحبت کنیم، حسرت چند ساله را براریم. تو به هر حال مهری پدری را دیده ای عمر. اکنون اجازه ده که من هم کمی این سعادت را حس کنم. آخر من هم برادرت میشوم. بله عمر، اگر راست میگوید، اگر حق دارد، با او حسرتی چند ساله را باید براریم. بین برادرها بدبینی نباید باشد. وقتهای آخر ما را به حالمان گذاشته بود. به او چی شده باشد؟ علیه، دخترم خوش آمدی. خوش باشید ینگه جان. که در خونند؟ نه، آنها در خانه نیستند. چی؟ آنها در خانه نیستند؟ نه، نیستند. نه دخترم، نیستند. به اینجا نامدند. فکرت هم نامده است. ینگه حلیمت به فکرت چه هایی که نگفت. با کجا برده است بچه ها رو خدایا؟ از دست معلم گرفته با ماشین برده است. با او زنگ میزنیم اما جواب نمیدهد. چه شد صدیقه؟ برای چه آمدند؟ پسری دیوانه تو کودکایش رو دزدیده است. پدرشون است، البته میدزدند. آشین بس کن. نه خود پدر فرزندهای خودش را دزدد. دخترم، اگر یگان چیز فهمیدیم به تو خبر میدهیم. رفتیم معلم، دیگر جای ها را بینیم. بچه ها را به کجا برده باشیم؟ بیا به خانه درا، بیا. فکر اوه بچه دیوانه. آفرین به پسر من، آفرین. تو میفهمی چی ها میگویی؟ میفهمی؟ ها؟ مایلش دادرم، مرا با پدرم راحت گذار.
آخر تو پگاه توی داری با توی آمادگی بین. چیکار کرده ایستاده‌ای نمیدانم تیمور. ایشیل گپ زد. من همش رو میدانم. دادارم تو دیوانه شده ای. درباره چی گپ میزنی؟ نمیفهم. تو شیطانی در صورت آدمی، لیکن مرا فراموش نکن. با یک طوری موی سری پدرم نمیرسی. این شیل با سفسطه‌اش تماما سر تو را گرم کرده است. با او باور کردی؟ با پدرم نمیرسی. نمیرسی با پدرم. عمر سرده میگویم. من برای جنگ شما را تماشا کردن نآمدم. فهمیدید؟ من آمدم که شما را با آغوش گیرم. او را از اینجا برارید وگرنه میکشم. پدر، برای چی این خیل میکنید؟ سعیده، مرا تنها گذار. چی شد با شما پدر؟ یک وقت او رو خیلی دوست می داشتید. به عشقتان چی شد؟ خاله هوریه رو برای او فدو کردید. دخترم، تو چی ها میگویی؟ ببخشید پدر، نباید به موضوع شخصیتان دخالت میکردم. ببخشید. امروز خانه خاله هوریه رو توزه میکردم. یک مکتوب بیفتم. مکتوب؟ چند سال پیش آن رو به خاله هوریه نوشتید. در آن مادرم رو دوست داشتنتان رو، بغیر از او با هیچ کس خانه‌دار نشدنتان رو نوشتید.